تو صورتم. کی میزنه؟ بابام. کار درستی میکنه؟ بله. چرا کار درستی میکنه؟ چون که ما اذیت میکنیم اونم اعصابش خورد میشه. خیلی خوب. چند تا میزنه؟ اون 5 تا 7 تا میزنه. 5 تا 7 تا. به نظر تو این 5 تا 7 تا کافیه یا کمه؟ کافیه. بیشتر نمیشه؟ کمتر چی؟ کمتر؟ نه. همون 5 تا خوبه. اگه تو با ما بودی چند تا میزدی اگه بچه شیطونی میکرد؟ ما 7 تا. 7 تا. چرا پس بابات 5 تا بزنه تو 7 تا میزنی؟ هم بابامون بعضی موقع که اعصابش خورد میشه مثلا میگه که قاسم بشی ما نمیشینیم بلند میشه 7 تا میزنه. 7 تا رو میزنی؟ حالا اگه تو به پسر بگی که اسم پسر چی میذاری؟ اسم پسر چی میذاری؟ اگر پسر باشه که میذاریم حسین. اگر دختر باشه میذاریم سارا. میذاری سارا. خب اگر به حسین گفتی بشین و نشست چند تا میزنی؟ 7.